مردم ایران، ما زاگرس نشینان داریم اینجا در سوز آتش جنگل‌های بلوط ایستاده و بی صدا می سوزیم. بدانید 40,000 هکتار از زاگرس ایران همین چند روز به خاک سیاه نشسته و ما همچنان این گونه داریم می جنگیم. اینجا این بود و حالا این شده. اینجا را ببینید و اینجا و این روبایی که به بچه خرس‌های مادر مرده شیر می‌دهد تا شاید زودتر صدایی به گوش کسی برسد. اگر فقط یک بار به زاگرس سفر کرده ای، اگر ایرانی هستی، فقط ایرانی بودن کافی نیست. کاری کنید، 10 ثانیه زمان بگذارید برای نجات زاگرس و کارزار نجات زاگرس را امضا کنید. برای خاطر این جوان رشیدی که دیروز سوخت. این و اینها. فقط 10 ثانیه. به فقط 100,000 امضا نیاز داریم که صدای سینه سوخته ایران به رئیس جمهور برسد، به مجلس برسد، به بالا برسد. برای هم بفرستید، استوری کنید و بدانید همدلی اثر دارد. شاید با کمک هم تا دیر نشده این کهن بوم 1000 ساله را نجات دادیم. زاگرس ریه ایران دخت ماست، نفس است، هواست و حالا به کمک تک تک ما نیاز دارد.